با این ستاره مشکل مالی تو برای تولید موزیک کلاً برطرف کن. روش اول که اتفاقاً همیشه هم جواب میده اینه که شما بیای با رفیقتون یه ترک رو شریکی بگیرید. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم هزینه هاتون نصف میشه، هم کارتون بیشتر شنیده میشه و همین که سلیقه های بیشتری شما رو میپسندن. روش دوم، میتونی توی جشنواره ما شرکت کنی تا 50% هم تخفیف بگیری. چی بهتر از این؟ روش سومم بهت تو کپشن میگم. تو فقط 1 2 3 قدم تا پیدا کردن جای صدات فاصله داری. قدم اول، ببین دوست من، فکر نکن که اگر بالا بخونی میگن که شما چه خواننده توانایی هستی. اصلا اینطوری نیست. شما اگر برای اجرای یک نوت اذیت نشدی و داد نزدی، اونجا دقیقاً جایی که شما باید بخونی. قدم دوم، اول دسته‌بندی صدات رو مشخص کن. آلتوی، تنور یا سوپرانو. بعد از اینکه نوع صدات رو فهمیدی، ملودی مخصوص خودت رو انتخاب کن. قدم سوم، اینجا شما فقط توی 10 دقیقه میتونی جای صداتو پیدا کنی. نگاه کن که موزیک کدوم خواننده رو بدون زحمت و به راحتی میتونی اجرا بکنی. دقیقاً توی همون محدوده باید برای شما ملودی تعریف بشه. وایسا ببینم، تو هنوز از خوانندگی پول در نمیاری؟ همراه من باش. ببین خیلی راحت میخوام با 3 تا روش بهت یاد بدم که چجوری باید از خوانندگی پول در بیاری. روش اول، این که میتونی به عنوان یک خواننده تو کافه رستورانا کار کنی و ماهی 15 الی 35 میلیون درآمد داشته باشی. خب ببین روش دوم چیه؟ روش دوم اینه که شما میتونی توی یه تالار خواننده ثابت باشی و ماهیانه حداقل، ببین کف رو دارم بهت میگم، 50 میلیون درآمد داشته باشی. ببین روش سوم 100% تضمینی. اونو برات توی کپشن نوشتم. حتما کپشن رو بخون. هنوزم گمراهی؟ هنوزم کارات شنیده نمیشن؟ پس این ویدیو برای توه. من امروز 3 تا کلید طلایی برات آوردم که به راحتی تو رو از این گمراه بودن نجات میده. خب کلید اول چیه؟ کلید اول اینه که کلاً انگیزه رو بذاری کنار و به جاش نظم وارد کارت کنی. یعنی چی؟ یعنی توی خوندن و پخش موزیکت نظم داشته باشی. و ما بهت پیشنهاد میکنیم که حداقل سالی 10 تا کار رو پخش کنی. کلید دوم، شما بیا پخشت رو به یک سری از سایت‌های گوگل، به یک سری از پلتفرم‌های رایگان و معتبر مثل اسپاتیفای، مثل آیتیونز، یوتیوب میوزیک و غیره که خودتون هم میدونید محدود. اما من شاه کلید اصلی رو توی کپشن برات نوشتم. حتما برو کپشن رو ببین. داد نزن، مثل آب خوردن اوجو بخون. تمرین اول اینه که فشار رو روی گردنت نندازی عزیز من. وی وی وی. ببین روزی 5 دقیقه با همین صدا اون آهنگی رو که میخوای باهاش تمرین کن. مثل چی؟ وی 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 وی. خب شما میای یه خمیازه مصنوعی میکشی و این نوت‌ها رو تکرار میکنی. فقط حواست باشه که نفست خالی نشه. اوکی؟ خمیازه رو میکشین. با 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 با. با همین تمرینا دیگه شما موقع اوج خوندن داد نمیزنی. گا 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 گا. اگه صدا تو دماغیه حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. خب ببین روزی 2 دقیقه فقط واسه این تمرین اول وقت بذار که معجزه میکنه. تمرینش چجوریه؟ آقا آقا آقا. همین، به همین سادگی. خب ببین تمرین دوم چیه؟ شما میای با این آوایی که من بهت میگم ملودی که توی ذهنت رو میخونی. با کدوم آوا؟ گا 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 گا. مثلا گا گا گا. خب ببین تمرین سوم چیه؟ شما توی این تمرین میای بینیتو میگیری ولش میکنی و اون آهنگم میخونی باهاش و شما نباید صدا توی این 2 تا حالت با هم تفاوتی داشته باشه. تنها حروفی که شما میتونی از تو بینیت بخونی میم و نون هستش. حالا بذار با هم دیگه تمرین بکنیم. بی احساس بی احساس. میبینی یکیه. تو خواننده نیستی اگر این 3 تا کار رو انجام نمیدی. اولیش اینه که شما قبل خوندن گرم نمی‌کنی. مگه میشه اصلا؟ مسئله دوم اینه که شما اصلا رژیم غذایی درست نداری. سومیش اینه که تمرین درست و صحیح نداری. اصلا درست حسابی تمرین نمی‌کنی. تو با این 5 تا راه 100% خواننده میشی. اول از همه میخوام بهت یاد بدم که چجوری کوک بخونی. دوم از همه میخوام بهت یاد بدم که اصلا ریتم
چیه؟ توی سومین مرحله من میخوام بهت تکنیک‌ها رو یاد بدم. خب رسیدیم به مرحله 4 که یاد گرفتن تحریر است. مرحله 5 که آخرین مرحله ما هست، من میخوام بهت یاد بدم که چجوری آهنگ خودتو بخونی. خب ببینید، ما این 5 راهو برای شما توی پکیج کامل توی تلگرام قرار دادیم. اگر تو استودیو سر ضبطی و صدات گرفته یا صدات خسته شده و فکر میکنی این صدا اون صدای اصلیت نیست، این تکنیک رو از من یاد بگیر. توی 5 ثانیه این مشکل رو خودت حلش بکن. حالا تکنیک چیه؟ میای 2 انگشتتو میذاری بین دندونات و همون آهنگتو میخونی. حالا میخوای چند دقیقه یا چند ثانیه این کار رو انجام بده، بلا فاصله صدات باز میشه.